بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحاب اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه قدرت و حقیقت. و امروز طول چند ساعت دیگه در خدمت شما خواهم بود، وحیدالله سیدی، و کوشش تلاش میکنم که پیرامون موضوعی که گذاشتیم صحبت کنیم. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدر، من همطوری که میدونید هر هفته در چند موضوعی صحبت میکنم تو اینه که موضوعهای گوناگونی باشد تا بتوانیم در روند تاثیرگذاری و انقلاب فکری مردم تاثیر بگذاریم. و امروز ما موضوع رو گذاشتیم یخها آب میشوند و حقوقها زیر پا. این البته در بر میگیرد تمام اون موضوعی را که ما گذاشتیم. اولا موضوعی که ما صحبت خواهیم کرد این موضوعی سفر امامعلی رحمانوف به فرانسه هست و در این موضوع ما صحبت خواهیم کرد و روندهای مثبت و منفی رو در نظر خواهیم گرفت که همچون پرزیدنت وقتی که یک پرزیدنت یک کشور به یک کشور دیگه سفر میکند و او هم در یک کنفرانس با نفوذ بین الملل اشتراک میکند و از دیدگاه دیپلماتی و چی در ظاهر و چی در عمل و چی تأثیر خواهد داشت و چی به رای ملت و منفعت میارد، ما از همه نقطه مهمی را که در این برنامه ها در نظر میگیریم، هر کاری را که حکومت میکند، شخصیت های حکومت دارا میکنند، وقتی که مورد تحلیل و بررسی قرار میتیم، اساس منفعت کار اونها را میبینیم که آیا به خلق، به ملت، به ارزش های ملی و دینی ما و شما کمک میرساند یا نه، و یا اینکه برای دولتداری ما را مستحکم میگرداند یا اینکه نه. ما این مطلب ها را تمامش را تحلیل بررسی میکنیم فقط بر اساس این نقطه که ما باید ببینیم که این کارها ظاهرانه نیست و این کارها به خاطر اولاد نیست و این کارها به خاطر خانواده نیست. به همین خاطر در این موضوع صحبت میکنیم. موضوع دومی که ما صحبت میکنیم این موضوع لطکوب اخیر مهاجران مهنتی از جانب امان روسیه است که واقعا هم بسیار بسیار یعنی فاجعه بار بود و قلب انسان رو پاره پاره میکرد. نواری که نشر شده در اونجا ما دیدیم که چی مشکلات ها به مهاجران مهنتی میان و با چی اساس اونها را میآیند دستگیر میکنن، لطکوب میکنن، میزنن، شکنجه میکنن و مثل حیوان با اونها رفتار میکنن و در چهره انسان هایی که در اوج قرار داشتن انسان نمیبینن، یعنی حیوان به نظر میکنن، همچون یک حیوان با اونها رفتار میکنن. ما در این موضوع صحبت میکنیم. موضوعی که با همین ربط دارد موضوع دیگری که در تاجیکستان یک خانم فرزندش را به فروش گذاشته است به خاطر مبلغی که یک برای خورد و خوراکش داشته باشد و علاوه بر این برای گرفتن یک خانه، یعنی در عوض یک خانه و یک مقدار مبلغی معین. در تاجیکستان که حکومت ادعاهای جنت بودن آن را میکند، ادعاهای پیشروی آن را میکند، ادعاهای تمامی یعنی نمیدونم که ما دیگر در یک کشور صلح و امانی و آرامش و این زندگی میکنیم، در حالی که چنین واقعا رخ میدهند. و موضوع اخیری که داشتیم که به همین دو موضوع دیگری ما خیلی علاقمند است، این موضوع انقلاب است که ما همیشه در این موضوع فکر نظر خودمون رو بیان میکنیم تا اون بیداری فکری در جامعه ما وارد کرده شود تا اینکه ما بتوانیم به انقلاب فکری مردم کمک برسونیم. خب برمیگردیم به موضوع اولی ما همدیاران و هموطنان عزیز. همونطور که شما از رسانه‌های مجازی با خبر شدید، امامعلی رحمانوف در هفته همین اول همین هفته به فرانسه سفر کرد و در فرانسه در کنفرانس بین المللی اشتراک کرد که از جانب سازمان ملل متحد تشکیل کرده شده بود و علاوه بر این با پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون نیز ملاقات داشت. به همین خاطر ما این مطلب رو از رادیو از پیلوس برای شما به نمایش میگذاریم و این مطلب رو با هم میخونیم. بعدا نوارهایی است که از جانب یعنی تشکیلات از جانب تلویزیون های رسمی حکومتی نشر شدن و اون نوارها را نیز در پخش مستقیم میمونیم و اونها را بررسی و تحلیل خواهیم کرد و اگر دوستان و هموطنان ما پیرامون همین موضوع چیزی گفتنی باشند میتوانند پیوست کنند. حالا پیش از آن که من این مطلب را بیارم در اینجا به سمت شما برسانم، من چند نقطه دیگر رو ذکر میکنم که این بار اول است که امامعلی رحمانوف بعد از آنکه مخالفان به
خارج کشور سفر میکنند به اروپا آزادانه میآید و هیچ ملاقات از جانب مخالفان دیده نمی شود. ما دیدیم که در این سفری که ایومالی رحمانوف آمد یگان تظاهرات، یگان استقبال گرم و یگان نمود پیشوازگیری موجود نبود. این بار اول است که در تاریخ ایومالی رحمانوف بعد از آنی که یعنی طولی 10 سال میشد که مخالفان در اروپا هستند، بار اول است که رخ می‌دهد و ما بیشتر با این تذکرم خواهیم کرد در روند برنامه بسیار، چون در حالی که میدانی مبارزی مخالفان سیاسی حکومت امروزه در اروپا هستند و ادعاهای از بعضی از راهبران عزیزی ما که بسیار احترامشان داریم و ولی به اینکه ما توانستیم انسجامی مبارزه و اینکه مخالفت تاجیک را تا امروز داشته باشیم و در بین آسیای مرکزی از بین رفته است، ولی میبینیم که در همون روند از بین روی مخالفت کلی تاجیک در اروپا علاقه دیده میشه و چون امروزه سفر ایومالی رحمانوف خودش یک گواهی از آن است. ما به این نقطه برمیگردیم. برای همین ما پیش از آن این مقاله را از رادیو آزیا پیلوس به سمت شما برسونیم تا اینی که از این طریق ما بتوانیم برنامه را روشن بکنیم برای بینندگان. ببخشید دوستان، من نمیفهم کدوم سگ همسایه بسیار سر و صدا دارد. اگر سر و صداش به شما اومد خیلی عذر میخوایم. خب این مقاله از آزیا پیلوس نشر شده است. ملاقات با ایمانوئل ماکرون و سخنرانی در کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به حقوق و اقیانوس، ادامه سفر ایومالی رحمانوف در فرانسه. خب ایومالی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان در روز دوم سفر کاریش در شهر نیتسه فرانسه با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور ملاقات و در کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس شرکت و سخنرانی کرد. دفتر مطبوعات رئیس جمهور اطلاع داد که در واقعی با پرزیدنت فرانسه جانب‌ها بر رشد همکاری با بخش تجاری و اقتصادی، انرژتیک، صنعت، کشاورزی، جلب سرمایه و تکنولوژی، استخراج و کارکرد کندن‌های فایده‌ناک توجه زیاد ظاهر کردند. خب توسعه همکاری با ساحه‌های فرهنگی و بشری، علمی و معارف و سیاحی ضرور شمارده شده است. طبق اطلاع رسمی همکاری در مسائل تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های تاثیر آن به محیط زیست از جمله در چارچوب 10 ساله عمل برای دستگیری علم‌های یخشناسی ساحه 2025-2034 از موضوع مهم صحبت بوده است. ایومالی رحمانوف و ایمانوئل ماکرون دعوت کرده است که با سفر رسمی به تاجیکستان بیاید. همچنان رئیس جمهوری کشور ضمن سخنرانی در کنفرانس سازمان ملل متحد عاید به اقیانوس گفته است که حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آبی وظیفه تمام کشورهای جهان بوده، تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و به راه ماندن همکاری‌های بین المللی عملی می‌گردد. در این زمینه پیشنهاد می‌نمایم که برای حفظ اکوسیستم های ساحلی و بحری و منطقه های تشکل منبع های آبی تازه تعداد فوندهای گلوبالی افزون کرده شود، گفته است ایومالی رحمانوف. در ادامه از تشبث گلوبالی تاجیکستان در دایره روند آبی دوشنبه یادآور شده گفته است که دوام 10 ساله کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای آن و دیگر جانب‌ها برای محاکمه مشکلات اقلیمی به هم آورد. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آبشوی با سرعت پیری‌ها و کاهش ذخیره‌های آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. طی چند 10 ساله اخیر از 14,000 پیری‌های تاجیکستان زیاده است یا 1300 عدد آنها پر آب شده نابود گردیده است، ابراز داشته است ایومالی رحمانوف. رئیس جمهوری تاجیکستان از دستگیری تشبث تاجیکستان عاید به اعلان کردن سالهای 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیری‌ها تایید کرده مبارزه این همایش بین المللی بودن تاجیکستان در روزهای 20 یادرس شده است. یادرس میشیم که ایومالی رحمانوف روز 8 ایون برای اشتراک در این کنفرانس به فرانسه سفر کرده و در چهاربینی‌های 10 ساله بین المللی عمل عاید به علم‌های یخشناسی 2025-2034 شرکت و سخنرانی کرده، یک قطار پیشنهادهای نیز بیان کرده است. این از جمله ببینید، از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان گفت به مقصد آموزش تاثیر تغییریابی اقلیم در دوشنبه مرکز هماهنگسازی منطقه‌ای یخشناسی تأسیس داده می شود. یادآور میشیم که خب
این چند نکته ای است که همدیاران و هموطنان عزیز ما از روند سفر امامعلی رحمه که به فرانسه بود خوندیم و کل حرفایی که در اینجا زده می شود و امامعلی رحمه در روند این سفر انجام داده است فقط در موضوع پیریه ها و تشکیل کردن یعنی سرجم کردن مالیه و پیشنهادی همکاری در این سمت برای حفظ کردن پیریه ها و یا گیاهایی که در تاجیکستان هستند که برای به خطر ساختن فضای تاجیکستان بسیار کمک میرساند و چه آسیای مرکزی را از این پیریه ها یعنی کمک میگیرد. ما میبینیم ازبکستان با آبی نوشاکی و این چنین دسترس ندارد و بودن این پیریه ها بسیار مهم است و آب شدن اینها ضرر میرساند. اگر که ما از دیدگاه ظاهری نظر بکنیم در واقع از دیدگاه ظاهری این بسیار مهم است، یعنی نه تنها مهمیت اون کم باید دیده شود، این واقعا بسیار مهم است که باید هم که چنین نشست ها زیادتر شود و واقعا هم باید پیریه ها حفظ کرده شود و همطوری که شما دیدید امامعلی رحمه برای این تلاش های زیادی دارد و میره و تلاش میکند تا اینه که همین چیزی مهم در جامعه بین المللی برای تاجیکستان توجه کرده شود و سرمایه به تاجیکستان بیاد. حالا سوال اینجاست که آیا تا کجا این سرمایه جلب کرده می شود و به تاجیکستان آورده می شود؟ این یک نکته. و از همه نکته مهم که نکته دوم است که آیا این سرمایه اگر جمع شود بیاید آیا با این پیریه ها برده رسانده می شود، کمک کرده می شود، در همین ساحه این پول مصرف کرده می شود یا نمی شود؟ چون ما معلومات های زیادی موجود است که هزارها پول ها و کمک ها برای مردم از جانب تمام کشورهای با نفوذ سازمان های بین المللی به تاجیکستان آمد رسید، ولی ما دیدیم که از جانب همین حکومت به نفع خانواده و از نام خانواده به تعدادی معین کمک کرده شد و بیشتری آنها به مردم فروخته شد. مثال عادی میگیریم در زمان کووید 19 کرونا ویروس زیاد کشورهای ابوالقدرت به تاجیکستان خیلی زیاد کمک رسانیدند، از جمله امریکا، آلمان، خیلی زیاد واقعا هم کمک های زیاد ارائه کردند و ما در تاجیکستان دیدیم که نه تنها این کمک ها به مردم رسانیده نشد بلکه به مردم این کمک ها فروخته شد و تعدادی خیلی کمی که او را هم رسانیده شد از جانب پیشوای ملت، در حالی که وقتی کمک ها رسانیده میشد همون مهر و اینکه که کمکی که از جانب مثلا کشورهای خارجی است همونا در همون چی بود، ولی بازم در روی ماشین می نویسن که این کمک از نام جناب عالی، از نام پیشوای ملت فلان و بسمدان، در حالی که خود مردم موقع چشم دارن، بینی دارن، میخوانن، میبینن که این یک تهمت، بهتان و ظاهر پرستی. ولی از همه بدترین حالتش این است که همین کمک ها وقتی که دولت های ابوالقدرت از تاجیکستان اثبات خواستن، دلیل خواستن که شما با ما اثبات کنید که شما همین را به مردم و خلق کمک رسانیدید، در جواب حکومت تاجیکستان چه گفت؟ گفت برای تشخیص کردن یا اینکه بررسی کردن مصرفات اینقدر مقداری کمک های آمده برای ما اول پول بیتید تا اینه که ما یه روند چی بگذارونیم که این پول در کجا رسیده است. تو برای ما تو پول روان نکنید ما نمیتوانیم همین روند رو چکار کنیم، تحلیل کنیم، بررسی کنیم، تشخیص کنیم، ببینیم که همین کمک ها به مردم رسیده است یا نرسیده است. پس اینجا به خلاصه ما میگیم که سفر امامعلی رحمه و جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان تنها به خاطر چی است؟ به خاطر خودش، به خاطر توجه خانواده است، به خاطر بیشتر ساختن اموال و فایده خانواده است، نه به خاطر مردم، نه به خاطر ملت، نه به خاطر کشور، نه به خاطر وطن، نه به خاطر این پیریه هایی که باید در اونجا یخ شود. در حالی که ببینید مطلب دیگر رو ما به سمت شما برسانم. در حالی که نگاه کنید این رو ببینید، همین هفته وقتی که امامعلی رحمه در فرانسه برای جلب سرمایه میگردد، شما میبینید که در تاجیکستان در داخل وطن ما و شما یک زن بازداشت زن در سوق با اتهام فروش کودک 4 سالش بر عوض خانه و پول. همین در حال هست که امامعلی رحمه میلیاردها دلار
فوند خودش داره، یعنی دارایی امام علی رحمان به تریلیون میرسد، بسیار دارایی زیاد دارد. و اون طرف دارایی اولاد رو اگر کلا سرجم کنید از دارایی چندین کشورها میگذرد و خودش رفته است در آبشوی پیریه ها و یخ ها صحبت میکند، در حالی که در تاجیکستان زن برای فروختن فرزندش به خاطر یک خانه، زن به خاطر فروختن یک لقمه نان فرزندش را چکار میکنه؟ به سودا میگذارد. برای گرفتن یک لقمه نان فرزند نابالغ 4 ساله‌اش را به سودا میگذارد، در حالی که زیادی مردم از افغانستان گله میکنند که در افغانستان جنگ 30 سال می شود، مردم گرسنه‌اند، در افغانستان طالبان آمدن مردم رو به خاکخوری مجبور کردند، زنها کودکایشان را میفروشند. در تاجیکستانی که امروز از دید چاپلوسای امام علی رحمان و حکومت امام علی رحمان جنتی روی زمین است، مادر فرزندی 4 ساله‌اش گوهرک چشم روش را چکار میکند؟ میفروشد. باز حکومت بیاید به جایی که ببیند که این نفر به خانواده تامین هست، خانه دارد، پول دارد، مال دارد، به کدام اساس میخواهد این فرزندش را به سودا به فروش بگذارد، میاد دستگیرش میکنند، نسبتش پرونده باز میکنند. بیایید این مطلب را با هم بخونیم. مطلب بسیار دردآور است. این به موضوع ما بسیار ربط مهمی دارد، چون وقتی که ما از آبشوی یخ‌ها صحبت میکنیم باید از آبشوی حقوق‌ها، از زیر پا کردن حقوق زنها، از زیر پا کردن حقوق کودکان، از زیر پا کردن حقوق بیوزنها را باید صحبت کنیم. آخه نمیشود فقط از پیریه ها صحبت کرد. مگر سازمان ملل این حقوق‌ها را نمیبیند؟ مگر رحمانوف رو نمیپرسد که تو از آبشوی پیریه ها و یخ‌ها صحبت میکنی، ولی حقوق زنها در تاجیکستان در کجاست؟ حقوق یتیمان در کجاست؟ حقوق بیوزنها در کجاست؟ حقوق این فرزندها، این نابالغان در کجاست؟ آیا تو به فقیرای این وطنت کمک میرسانی یا نمیرسانی؟ آقا داراترین پرزیدنت هستی، مگر بانک شویتساریا همین سازمان ملل از دارایی امام علی رحمان مگر برخوردار نیست؟ مگر فرانسه از دارایی امام علی رحمان برخوردار نیست؟ نمیداند مگر؟ آخه اینا میدانن، همه این چیز رو میدانن که همین پدرنالت میاد اینجا دروغ میگوید. آخه دروغ میگوید، همین سبیل ماندن میآید در همین کنفرانس ها دروغ میگوید. آخه ملت این رو میداند، آخه دولت این رو، همه این رو میداند، جهان این رو میداند. چگونه با این کمک میکنند؟ وقتی که ما میگیم دیپلماتی به دروغ تبدیل شده است در تاجیکستان، همین است. آخر دیپلمات رو به دروغ تبدیل دادن. آخه حکومت فرانسه 100% پرزیدنت فرانسه 100% میداند که امام علی رحمان چقدر دارایی دارد و میاد اینجا برای یخها و سرمایه برای یخها جمع کردنی است، در حالی که میداند که یک دوست فساد زده و مغروری است که فقط این پول رو جمع میکند و میره جیب خودش رو پر میکند. اینا که میدانن که اگر که بخواهد همون پولیه ها رو از پول خودش جمع میکنن، ملتش رو از پول خودش چکار میکنن؟ نجات میدهد و تمام زندان های سیاسی رو آزاد میکنند. همین سازمان ملل که همین کنفرانس رو تشکیل کرده است، هزارها پرونده های محبوسان سیاسی به همین سازمان ملل رفتن از تاجیکستان. پرونده مقصود ابراهیموف در سازمان ملل هست، پرونده مقصود ابراهیموف زید سعید در همین جا هست، محمد علی حی در همین جا هست، حسینی در همون پروندهش در اونجا هست، بزرگ مریار و پروندهش در همونجا هست، هزارها در اونجا هست. یعنی همین روز بازم خبر رسید که یکی از زندانیان سیاسی که از ولایت مختار کوهستانی بدخشان بود در داخل زندان به هلاکت رسید. مگر سازمان ملل این را نمیداند؟ مگر کشور فرانسه این را نمیداند؟ آخه میدانند. وقتی ما میگیم که ظاهر پرستی دیپلمات و دروغ میگن، اینا نه پروای پیریه دارن نه پروای هیچ چیز دیگه ندارن، فقط در رأس بین المللی باید آبروی یک دیکتاتور را باید بالا ببرند. بیاید مطلب را بخوانیم. پلیس ولایت سوخت یک زن را به اتهام قصد فروش دختر خردسالش بر عوض 14800 سومونی و یک منزل استقامتی از شهر خوجند بازداشت کرده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت در برنامه ملیسه خبر میدهد اطلاع داد که زن ساکن جماعت دهات اوچه قلعه ناحیه باباجان غفوروف بوده تلاش کرده است که دختر 4 ساله خود را فروشد.
زن 27 ساله از ناحیه باباجان غفوروف MC در برنامه نام و نسب زن پوره آورده شده است، اما از پیروز با رعایت معیار اخلاقی از اون نام نمیبرد. سنه 29 اپریل با دخترش را به خریداری شرطی بر عوض 14800 تومانی و یک منزل استقامتی در شهر خوجند فروشد. زن هنگام به دست آوردن مبلغ پیشکی موافقه شده از جانب میلیسه شهر خوجند بازداشت شده است. گفته شده است در بیانیه این میلیسه. ببینید دوام بخونید. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از عائله دومی زن بوده است. در نواری که ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوق نشر کرده، زن متهم اقرار می شود که خطا بودن کارش را نمی دانست و کسی هم او را آگاه از راهش باز نداشته است. اما در جای شرایط ثبت شدن نوار اقرار زن و نظر پیوندان او به این حادثه معلوم نیست. این حال علیه این زن به ماده 167 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان خرید و فروش نابالغان پرونده جنایتی آغاز شده، خود او در حبس پیشکی قرار گرفت. دوستان اینجا شما بسیار تذکر کنید و بسیار اهمیت بدهید که در همین جا همین بدبختا اصلا اهمیت نمیتین که آیا همین زن، ببینید یک کودکی در نوار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوق نشر کرد که زنی متهم اقرار می شود که خطا بودن کارش را نمیدانست و کسی هم او را آگاه و از راست باز نداشته است. اینجا را نگاه کنید. اما در چه شرایط ثبت شدن نوار اقرار زن و نظر پیوندان اون به این حادثه معلوم نیست است. اصلا از زن نمیدونن که این زن کی است و چی کار است، تحت چه شرایط زندگی میکند، خانه دارد ندارد، شوهرش عین حال هست نیست، بیوه‌زن است، شوهرش از دنیا گذشته است، این فرزند یتیم است، آیا با مواد غذایی این فرزند تامین هست نیست، چرا اساسهای فروختن این فرزند، یعنی تمام این نکته ها را ذکر نمیکنند. ببین حتی در سال 2024 همینطور که میبینید در ماه سپتامبر سال 2024 یک ساکن جماعت دهاتی افتخار ناحیه رشت نیز برای تلاش فروختن کودک خود بازداشت شد. مقامات نیز آن زمان گفتند که این زن میخواست کودکش را بر عوض 15000 تومانی فروشد. این کار اول نیست که یک زن در تاجیکستان میخواهد فرزندش را بفروشد. این بار اول نیست که در تاجیکستان میخواهند فرزندایشان را بفروشند. امام علی رحمانوف رفته است در فرانسه در شهر نیست در کنفرانس بین المللی عاید پیریه ها صحبت میکند و از فضای بهتری حقوق انسان حرف میزند و میگوید که بیایید با ما سرمایه گذاری کنید، پیریه ها و یخها را ما نظرش را ببینیم. ولی در تاجیکستان کودک بیچاره به فروش گذاشته می شود در تاجیکستان زیر نظارت امام علی رحمانوف. باز بر عوض که این مادر را بیان تحلیل کنن، تشخیص کنن، ببینن که این مادر بچی اساس این کودکش را فروخت، چیکار میکنن؟ میبرن زندانش میکنن که ما کادکس جنایتی داریم و تو حق فروش این خانواده را نداری. حالا اون چیز در نظر نمیگیرید که از کجا فرزند نابالغش را، اگر یتیم باشد، اگر خانه نداشته باشد، اگر پدر این کودک معلول باشد، رزق روزی فرزند را به دست آورده نتواند، از کجا بتواند این فرزند را نگهداری کند؟ همین است که وقتی که ما میگوییم که حکومت دروغ میگوید و برای شما چیکار میکند؟ تمامی کارهایی را که دیپلماتی را که انجام میدهد همش دروغ است. اساس این حرفا همین است برادران عزیز. ما در این نظر نیستیم که تاجیکستان در تغییریابی اقلیم با مشکل روبرو نمی شود. در این شک نیست که تغییریابی اقلیم در تاجیکستان تاثیر خیلی منفی دارد و آبشوی پیریه ها بسیار خطرزا است. ما این را درک میکنیم، اما پایمال شدن حقوق انسان، بد شدن سطح زندگی مردم صدها برابر بدتر از این است. چرا شما در نظر نمیگیرید دیگه اطرافش را
که امامعلی رحمانی با این سفرها فقط میخواهد فضای سیاسی و امنیتی خود را، فضای آبرو و شأن شرف خود را در عرصه بین المللی پیش ببرد. او هدف ندارد که اینجا بیاید در اینجا چکار کند، تمام بگوید که نه ما میخواهیم تاجیکستان را بر اساس اون چیزی که پیریه ها آب میشوند، ذخیره ها از بین میروند و مردم ما جانش در خطر است. این پروای مردم ندارد. اگر پروای مردم میداشت این زن فرزندش را در سودا نمیگذاشت، از حال این مردم برخورد با خبر میشد. برای همین همدیاران و هموطنان عزیز خیلی خوب اهمیت بتید و دقت بتید که اساس فروش فرزند در تاجیکستان در چیست. چرا یک مادر باید فرزندش را بفروشد؟ من از شما سوال میکنم، چرا یک مادر جگربندش را، عزیزش را، دوست داشتهش را باید بفروشد؟ شما از همه خودتان سوال کنید. اینجا مادران هم هستند. آیا شما آماده هستید جگربند خود را بفروشید؟ تحت کدام شرایط یک مادر آماده می شود جگربند خودش را بفروشد؟ تحت کدام شرایط؟ هیچ مادر این کار را نمی کند. 9 ماه این مادر فرزندش را در شکمش بگرداند، آزار و اذیتش را بکشد، زحمتش را بکشد، هر روز آهوای بکند، اون را تولد کند، چند سال او را کلان بکند، به اون نان بدهد، لباس بخرد و بعدا او را بفروشد. آخه این مگر امکان دارد؟ مگر شما همچون پدر اجازت بدید که همسر شما فرزندش را بفروشد؟ در کدام شرایط شما با چنین بدبختی رضا خواهید شد؟ تنها در یک حالت، در حالت که این فرزند تو از گرسنگی به مرگ نزدیک شده باشد، شما میگوید که به خاطر پیدا کردن رزق روزی فرزند چیکار کنم، یک چه فروشم فرزند دیگرش را چیکار کنم، بخورانم که دیگرش نمرد. وقتی از فضای آرام، امنیت، صلح، ثبات صحبت میکنید و از نام این ملت میلیاردها دلار را از دولت‌های خارجه دریافت میکنید، پس چرا باید به این مادران کمک نرساند؟ چرا از حال این مادران باید بخبر بود؟ به جای کمک چرا این مادران را میبری زندان میکنید؟ آخه شأن و شرف و انسانیت هم لازم است که باید باشد دیگر. آخه این گونه که نمیشود. تا کی این کار باید ادامه کند؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال دیگر این مردم ما سالها زیر ظلم است. در دوران شوروی زیر ظلم بود، در دوران امیر بخارا زیر ظلم بود، اینون دوران امامعلی رحمانی بدتر و بدتر و بدتر می شود. هر روز این ملت را دروغ میگین، هر روز این ملت را فریب میکنین، هر روز نام این ملت را استفاده میکنین در عرصه بین المللی برای منفعت شخصی. بیاید مطلب دیگر را راجع به همین موضوع ببینیم. دوستان اگر این نوار صداش برای شما ناومد در فیسبوک یوتیوب به من بنویسین، زیرا میتواند که صدا گاه وقت نباشد. اگر صدا نباشد برای من خبر کنید. Обезьяны, ёбаные! Быстрее, блядь! Бегом, сука! Господи, пошел, блядь! Бегом, блядь! Пошел, блядь! Господи, сука, пошел!
Что, блядь? Гуськом, блядь! Ой, идет, сука! Ползи! Вперед! Живо, живо! Быстрее, давай, скорость надо! Да. За голову! Бегом, блядь! Бегом! Понятно, что бегом, сказал! Спускайте. Шлем на голову! Спускайте. Не надо показывать сюда, спускайся. На голову руки, блядь! Бегом! Движение, бегом! 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 На голову! На голову! А ты, блядь, что, блядь? Куда прошел? Руки за голову, сука! Руки за голову, полгаза! Что тоже тупой, блядь? Руки за голову! Руки за голову! Руки за голову, блядь! Вперед! دوستان اینجا را یک بار دیگر نظر کنید. اینجا را نگاه کنید. دیده چه خیل زد؟ این مگر آبشوی پیریه هاست یا از بین رفتن حقوق انسان، از بین رفتن شخصیت انسان، ناموس انسان، شرف انسان؟ مگر این شهروند نیست؟ مگر این انسان نیست؟ مگر این زیستن نمیخواد؟ مگر این مگر وطن ندارد، کشور ندارد؟ و همه این هموطنی توست، هم کشوری توست، هم صفی توست، هم میهنی توست، هم خونی توست. همین ایمالی رحمان یک بار دیگر نگرد، یک بار دیگر ببینید. همین من بزرگتر کنم در روی اکران، شما خوبتر ببینید. اینجا رو خوبتر من کلانتر کنم، شما اینجا رو یک بار دیگه خوب دقت بدید. ضربه رو نگاه. Руки за голову, блядь! Вперед! Бегом! خود زدن رو دیدید. Пускайтесь. За голову руки, блядь, положи! شما همین یک بار دیگر نگاه کنین، نگاه کنین، زدن رو ببینین. این اینجا از اینجا شروع می شود. از این شما همین زدن ها رو اهمیت بدین. چگونه انسان را، آیا این اسناد دارد ندارد، این تحت کدام شرایط زندگی میکند، به خاطر چی در اونجا رفته است، فرزند دارد، چند سال دارد، فرق نمی کند. ببین Быстрее, блядь! Бегом, сука! Господи, пошел, блядь! Бегом, блядь! Пошел! این ضربه را شما نگاه کنید. این ضربه را ببینید. Пошел! با این ضربه ها را Господи, сука, пошел! Все, блядь! Гуськом, блядь! Ой, идет, сука! Ползи! Вперед! Живо, живо! Быстрее, давай, скорость надо! من از همه شما سوال میکنم که شما در همین حالت قرار بگیرید چیکار میکنید؟ در این حالت قرار گرفتن انسان دیگر محافظ ندارد. این همین گونه آبروت هم میبرن، شأن شرفت رو میبرن، میزنن، در نوار میگیرن، نشرت میکنن در پیش خانواده، در پیش ملت، در پیش هموطن، در پیش جوراها، در پیش رفیقات، در همه جا آبرو و شأن شرفت میریزه.
آخه این آبرو پسکنی ملت نیست، این آبشوی حقوق انسان نیست، این ریختن و فرو رفتن از بین بردن آبرو و شأن شرف و حقوق انسان نیست مگر؟ رحمانوف در فرانسه نشسته است و چیکار میکند؟ پیریه ها آب شدن برای مبلغ بدهید. از بین رفتن یخها و پیریه ها فاجعه بار برای تمام کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. آخه این از بین روی کل ملت ها در آسیای مرکزی مگر نیست؟ چرا یک بار صدا بلند نمی کنید برای این؟ هر کسی که صدا بلند کرد شما برده زندانش کرده. عمر علی قوتوف، عزت امان، کرامت شریپوف، ده های دیگر وقتی که صدا بلند کردن برده زندانش کرده. بدر هر یک از اینها کرامت شریپوف میرفت میتقید، سنگ میزد، میگو چیکار کردید؟ کرامت شریپوف برده در تاجیکستان زهر داده کشتید. عزت امان رو بردید در تاجیکستان 9 سال، بعداً باز 6 سال دیگه علاوه کرد و 15 سال برده زندان کردید. عمر علی قوتوف رو در ترکیه کشتید. ده های دیگر محافظان همین مهاجرا را بیرون از روسیه و بیرون از تاجیکستان کردید یا برده زندان کردید. برای همین من برادر رگار رو پیوست میکنم و بعداً برمیگردیم به این موضوع زیادتر صحبت میکنیم. سلام علیکم رگار، بفرمایید دوست گرامی. علیکم برادر، امیدوارم خوب هستی برادر عبیدالله. تشکر، زنده باشید. شما خوب هستین برادر؟ شکری پروردگار خوب هستیم برادر. این واز نواری که نشان دادی مهاجرای به نزدیکی شده این برادر؟ بله در هفته گذشته این نشر شد، همین دو روزی نشر شده. مردم تاجیکستان ظلم دارن فقط این لعنت کرد. تمام مهاجرای مهنتی از آسیای مرکزی است ولی اغلب اونها تاجیکن، از چهرهشون معلوم است دیگر. اساسا مردم تاجیکستان ظلم دارن. امام علی خودش همی لعنت کرده، امام علی خودش همی کار میکنه، همی خودش میگه. امام علی هر بازی که روایو رستم روایو همی هر داشت که قدامش کرده، اینا پیشکی من فکر میکنم گپ زنان کردگیانی لعنت کرده ها دو ساک گپ زنان کردگیان. ما وقتی که من رفتم ظلم سر کنین گفتگی ایده پوتلر لعنتی هم دیگه باید یک دیکتاتور ظلم میکنن، دو کسا دوره ظلم دارن. این برای منصب شتل بوی کورا میکنن. الله اینو لعنت کنه که هم پوتین هم آخی مرد شبه میمره می لعنتی. این که دیکتاتور وای لعنتی چی بولوی مردم موجیر ظلم میکنه، امانسوشی و اسکروشی چی نمیگه. همین ده من حیرانم. همین مهاجروی هم آنها شو برای قدر ریخن 50-100 کسن آنها شو را میگیری، همین لعنتیوی افتامات هم میگیری در همین کنشون سیخ میکنی، میگیری تیت پیت میکنی افتاماتی خودشون کتی. پوتره الله ترا لعنت کنه تی گاندون тебе рожу надо изнасиливать, Путлер. Ты что делаешь? Ты не смотришь, что делает вашу армию, вашу ОМОНцы? Что делает, да? Ты гандон не смотришь, что делает они? Беахурат, бародар. Надо смотреть, надо... Они что делают? Они... روسیه فراموش کردم، الله اینو لعنت کنه. 7 سال شد نرفتم دیگه روسیه دانستم. Они что делают, да, Путлер? Надо уважать. با تاجیکی گپ بزن، اون اهل میفهمیدگی میفهمه دوست گرامی. پوتین باید آدم قرش کردگه، من گپ میزنم بر روسیه هم نرمالی، آدم قرش کردگه اونا شوبر عصبون وایرون شدگه. همی مهاجرویم ریخی بد نشوند، میگیره بلاغت میزنه اونا شوبر، میگیری لغت شا میگیره مشکنی میپرته یورونده اونا شوبر، میگیری اینمی اما این که پادم نلات همی چردونه همی میگیرن همتون جمعشن خیرس دم کرده بو گرفته رفتگه انده همشون جمع شوند گیرن اوخیوانشون میگیری بلاغت میزنی پوچه میگیری مشکنی میپرته. من اگر در همجا میبودم اونا شو را همین بلاغت زدگی کو تو میخوردم لینک شمه شکستم لعنتی افتامات چه دست کشیده میگرفتم
ده پیشونیش میزدم لعنتیه. اوخی همین لعنتیو اوخی همین موجرو هم مرغو مردم تاجیکستان ای شما اینقدر مرغ ریخی حیوانی لعنتی بو گرفته افتادین همجا تفشاوین روین اوخی هم تاجیکستان آکای خودم سر کرده تفشا رو اوخی تاجیکستان گای می هم رسیه ده رنگ مرغ همجا ده گشتین اوخی. بعد همین مردم موجر ده میبین تاجیکستان مردم تاجیکستان ده چی ازبکین چی قلقین چی بلوسین چی کدوم چی توجیکین چی کدومه هستین اوخیه ای سرجم شدن در کره ای مرغ نشوین همجا مرغی نبینن احوال بینن اوخی کمتر کلاتونا کور فرمین چوکر استین اوخی بیاین اوخی تاجیکستان امومالی گرین کوز مونین اوخی همه کوری امومالی همه عیب امومالی لعنت کرده بو گرفتگی یک حیوان طاغوتی دشمن اسلام دشمن مردم تاجیکستان دشمن تمامی اهلی بشر دشمن تمامی کدومی که زیرش بوده دشمن اوای لعنتی هم دشمن خریستیان هم دشمن فورس هم دشمن تو بود پرست دشمن هم چیه لعنتی امام علی. بعد با همو محترم پوتین من چی گفتنیم پوتین اوخی کمتر شرم کنتی تو چیکار کردستی هم قدر امونسوت هم قدر همی حکومت کورکنوی دولتی کورکنوی ارگان هم قدر ظلم داره بالوی مردم موجر این مینا بالوی مردم تاجیکستان اوخی کمتر نظر کن کمتر عقل دا کور فرم تو چیکو کرستی خطا پس زدستی لعنتی پوتین اوخی اکوکو امومالی یک دیکتاتوری لعنت کرده الو تو ای گذشتستی اوخی لعنتی اوخی تمام جهان میخنده دا باروی توی پوتین تو چیکو کرستی اوخی تمام آسیای میونه چی تمامی 15 دولت بود کو دشمنت میشه و روسیه تیت پیت میشه لعنتی روسیه نمیمونه انشالله روسیه تیت پیت میشه ولی هم درون پراکنده میشه و همشون انشالله ورمون برای اول کمتر نظر کن که پوتین تو چیکار کردستی اکو که امومالی برای منصب چیکار کنین گفته است تو کمتر نظر کن که نبودش چی میشه امومالی هم میگیرن کوز میمونن بعد چخیلی که امونسو چخیلی که مردم رز دشمنی کرده است برای با مردم آسیای میانه ایمنم با مردم توجیک این میگرده возвращается все Путин ты хорошо подумай что ты делаешь Путин хорошо подумай путле برادر اگر زنده باشه اگر اجازه دیگر صحبت کرده باشه صحبت کنیم ان شاء الله تشکر یگان چوپلس دروی اگر من انجا دا پویون دامون بیستم من گاب میکنم امام علی دروی کچی گاب زنیم و سلامت باش حتما ان شاء الله من کور دایم هم سرم وایرون شد دیدم باش حتما پیوست میکنم پیوست شد ان شاء الله من انجا بیستم من یا اون کسوای شد من میکروفون هم میکشم یگان پیدر درومت گاب میزنم حتما ان شاء الله. خب دوستان گرامی هموطنان عزیز شما هم طوری که دیدید دستور نوار و واقعا وقتی که ما میگیم یخها آب میشوند حقوق زیر پا منظور ما هدف ما معین مشخص است که ما واقعا میبینیم که حقوق مهاجران مهنتی واقعا در بدترین حالت قرار دارند. خب بیا برادر دیگر رو پیوست کنیم مسکو و بعدا ان شاء الله صحبت ایواز کنیم. برادر مسکو بفرمایید. سلام علیکم. مسکو صداتون ها الو مسکو صداش نبود برای خاطر خارج شدن صحبت ادامه میدیم. همداران عزیز ببینید امام رحمان به شهر این فرانسه سفر کرد و در روند این سفر واقعا هم سخنرانی نمود و جزئیات سخنرانی را من یک نوار را در اینجا دارم و این نوار را به سمت شما من این حال میرسانم و بعدا راجع به همین سخنرانیش صحبت میکنه و موضوع رو وسیع‌تر میکنه که چرا امام رحمان در فرانسه امروز آزادانه میاد صحبت میکند در حالی که هر روز آمارهای بین المللی نشان میدهند که سطح زندگی مردم، سطح حقوق انسان و بد شدن افزای آزادی بیان در تاجیکستان روز تا روز در حالت فاجعه بار قرار دارد و پایان میرود. به همین خاطر ما این موضوع را یک بار دیگر میبینیم و بعدا ان شاء الله که برمیگردیم یک لحظه من را کوتاه‌تر کنم که اینجور کنم که چون اگر ما این کار را نکنیم ویدیو با مشکل برمیخوره. وقتی با مشکل برخورد میتونن شکایت کنن چون نوارها از سامانه
حکومتی هستند به همین خودی. خب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیتسای فرانسه در کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس اشتراک و سخنرانی نمودند. در کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس 15,000 اشتراکدار از 120 دولت جهان و زیاده از 70 سازمان بین المللی و منطقوی، سران دولت‌ها و حکومت‌های 50 کشور شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که امروز حفظ اقیانوس‌ها که بیش از 70% سطح سیاره را فرا گرفته‌اند به یکی از وظیفه‌های بس و اولویتناک بشریت تبدیل یافته است. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که خطرهای معاصر به اقیانوس‌ها مشکلات عمومی بشری بوده، بیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دستجمعی را تقاضا می‌نماید. به اندیشه رهبر دولت ما گرچند جمهوری تاجیکستان به واسطه به اقیانوس‌ها علاقه‌مند نباشد هم در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم نقش کلیدی دارد. گفته شد که تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان به خصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 2 ساله کشورهای اعضای سازمان ملل و نهادهای آن، ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را برای محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها به سیاره آبشوی پریخا اندیشه‌رانی نموده. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که پریخا که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب تازه به شمار می‌روند، در نگهداری اکوسیستم گلوبالی نقش مهم می‌بازند. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آب، آبشوی با سرعت پریخا و کاهش ذخیره‌های آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. تاکید نمودند سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان. ذکر گردید که طبق قطعنامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل همزمان 21 مارس همساله همچون روز جهانی پریخا جشن گرفته می شود و تاجیکستان روزهای 29 31 می سال روان میزبان همایش اولین بین المللی اوید به حفظ پریخا شد. پرزیدنت کشور اظهار داشتند که چاره‌بینی مذکور به یک پلتفرم مهم برای بررسی تدبیرهای مشترک بهر حل مسئله آبشوی با صورت پریخا تبدیل یافت. محترم امامعلی رحمان حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آب را وظیفه تمام کشورهای جهان نامیده اظهار داشتند که تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و به راه ماندن همکاری بین المللی عملی شده میتواند. در فراورد سخن رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که برای حفظ اکوسیستم‌های ساحلی و بحری و منطقه‌های تشکل منبع‌های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی و حجم مبلغ‌گذاری‌ها افزون کرده شوند. اظهار امید کرده شد که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. خانم ها و جنابان، امروز حفظ اقیانوس‌ها که بیش از 70% سطح سیاره را فرا گرفتند به یکی از وظیفه‌های بسا اولویتناک بشریت تبدیل یافته است. خطرهای معاصر به اقیانوس‌ها مشکلات عمومی بشری بوده، بیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دسته‌جمعی را تقاضا می‌نمایند. گرچند جمهوری تاجیکستان به واسطه به اقیانوس‌ها علاقه‌مند نباشد هم در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم نقش کلیدی دارد. تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان بخصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام 2 ساله کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای آن، ساختارهای منطقوی و بین المللی و مالیوی، جامعه شهروندی جهت محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راه‌های حل آنها به هم می‌آورد. دوستان عزیز، آبشوی با صورت پریخا که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب تازه به شمار می‌روند، در نگهداری اکوسیستم گلوبالی نقش مهمی باشد. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آب، آبشوی با سرعت پریخا و کاهش ذخیره آنها
باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. طی چند ده ساله آخر از 14,000 پیرخ تاجیکستان زیاده از 1300 عدد آنها پر آب شده نابود گردیده است. تشبوس تاجیکستان آید به اعلان کردن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیرخ‌ها دستگیری همه‌جانبه یافت. طبق قطعنامه داخلدار مجمع عمومی سازمان ملل همزمان 21 مارس همساله همچون روز جهانی پیرخ‌ها جشن گرفته می شود و تاجیکستان روزهای 29 31 می سال جاری میزبان همایش اولین بین المللی آید و حفظ پیرخ‌ها شد. چاره‌بینی مذکور با در نظر داشت آبشوی با سرعت پیرخ‌ها با یک پلتفرم مهم برای بررسی تدبیرهای مشترک برای حل این مسئله تبدیل یافت. حاضرین گرامی، حفظ اقیانوس و ذخیره‌های آبی وظیفه تمام کشورهای جهان بوده. تنها توسط اندیشیدن تدبیرهای مشترک و برآمدن همکاری بین المللی عملی شده می تواند. در این زمینه پیشنهاد می نمایم که برای حفظ اکوسیستم های ساحلی و بحری و منطقه های تشکل منبع های آب تازه تعداد فاندهای گلوبالی ارزان کرده شوند. اطمینان دارم که چاره‌بینی امروزه برای تطبیق عهده‌داری‌های نو در سمت حفظ اقیانوس و موجودات زیرآبی زمینه پایدار و استوار خواهد گذاشت. از توجهتون سپاسگزارم. دوستان گرامی، همونطور که شما دیدید در روند این برنامه رئیس سازمان ملل متحد نیز اینجا بودن و بسیار با یک لبخندی از امامعلی رحمانوف گوش داشتن و توجه میکردن، در صورتی که خودی رئیس سازمان ملل متحد باید شرم بدارن از این حالتی که در تاجیکستان عین حال روند است، چون سازمان ملل متحد یکی از سازمان‌هایی است که در سازشنامه صلح امضایش رو گذاشته بود و باید هم که در اینجا شرم و حیا داشته باشند، چون وضعیت حقوق انسان، وضعیت زندگی مردم واقعا روز تا روز بدتر می شود و رئیس سازمان ملل نیز در اینجا نشسته است و از دیکتاتورهایی که در اینجا دعوت کرده شده است میشینند و گوش میکنند و وعده ها و حرف های پوچ و خام او که نه به نفع ملت است، نه به نفع مردم است، نه به نفع یگان کشورهای جامعه جهانی است گوش میکند و باز هم دیگران را جلب میکند که بیایید به این کشورها سرمایه بگذارید تا اینه که دیکتاتورها از سرمایه خارجیان چیکار بکنن؟ جیبهای خود را پر بکنن. وگرنه چرا باید از امامعلی رحمانوف از دیکتاتور دعوت کرده شود در چنین نشست‌ها و او را به اروپا دعوت کنی در صورتی که در تاجیکستان هزارها زندانی سیاسی موجود است، حقوق مردم پایمال کرده می شود، تمام کودکان، همونطور که گفتم کودک مادران الکی کودکاشان را برای ناداری خودشان در سودا گذاشتند و این چیزها باید در نظر گرفته شود. متاسفانه اون اتحاد، اون سرجمعی مخالفان تاجیک که در اروپا موجود بود امروز ننگ بر آن است که نتوانستند در فرانسه ای که مخالفان خیلی زیادن یک استقبال گرمی امامعلی رحمانوف را انجام بدهند، یک تظاهرات در مقابل این بکنند که اونجا میتوانست باعث ناراحتی امامعلی رحمانوف شود و همونطوری که از کشور آلمان به ناراحتی خیلی و غضبین سنگین برگشت، در ایتالیا هم همچنین، در مسکو هم، در نزد کرمل، در پراگ نیز شویتزر این کارها به میان آمد. باید چون این کارها انجام داده میشد که حالت سخت به میان می اومد. سهراب ظفر راهبر حرکت سیاسی گروه 24 که عین حال در زندان است، با برنامه‌های جالب خود و پرنفوذ خود ده ها بار رحمانوف را چیکار میکرد؟ در همین سفرهای خارجیش غافلگیر میکرد. ما مسکو را فراموش نکردیم که در میدان سرخ برادر ما رحمت جان محمد جان و شهاب‌الدین بدلوف و یکی از دیگر برادران نیکولای اسمش در اینجا نبریم ملاقات کردند امامعلی رحمانوف را و استعفایش را طلب کردند.
و علاوه بر این ما فراموش نمی کنیم که در پرگ سال 2016 بود اگر یا 17 بود، برادر ما نورالدین رضایی، احسان آدینف و سه برادر دیگر که در اونجا رفته بودن استقبال و رحمان رفت در روبروش دیکتاتور اعلان کردن و پیشوازش گرفتن که این بدترین روز امامعلی رحمانوف بود. فرانسه اینچنین در آلمان که ماشین امامعلی رحمانوف به تخم زده شد و چندین تخم ها به او خورد در ماشینش زدن و اینچنین برادر عباس یک از مبارزان حرکت سیاسی گروهی 24 در بالای ماشین امامعلی رحمانوف خودش را پرتافت که واقعا همین ناراحت کننده نسبت همین خود امامعلی رحمانوف بود. وقتی که با سران کشورهای آسیای مرکزی با هم دیدار کردن، ماشین امامعلی رحمانوف با مهر تخم در روی شیشهش دیده میشد و خود چهره امامعلی رحمانوف پریدگی سرخ و وقتی برگشت در تمام جهان شأن و شرف و آبرو ریختن امامعلی رحمانوف صحبت میکرد. ولی امروز ما میبینیم که پراکندگی، بدگویی یکدیگر، ناامیدی در چهره و در چه مبارزان باعث گشته است که امروز هر کس دنبال کار زندگی خود است و هیچ کس پروای آزادی و آزاد کردن تاجیکستان را ندارد. همه از پشت روزگار خیش شده است. فقط باید در یک خانه بشینن نسبت یک نفر دیگر غیبت کنند و یا اینکه برن در یک رسانه دیگر نسبت یک انسان دیگر بد بگویند و برای اتحاد، سرجمعی و از بین بردن بغض و کینه و عداوت تلاش نکنند. این باعث گشت که دیدید که امروز امامعلی رحمانوف آمد در فرانسه آزاد میگردد، حتی فردا میتواند آلمان برود، ایتالیا و ده ها کشور دیگر در اروپا بگردد و من مطمئن هستم که یک نفر آماده خیستن به اونجا رفتن نیست. مشخص معین است. پس نیاز به اندیشیدن، نیاز به فکر کردن، نیاز به اونی است که مخالفان امروز بشینن فکر کنند که امروز من با چاپلوسی کردن از یک نفر دیگر در سامانه‌های مجازی به آبرو و شأن و شرف همین راه ضربه میزنم و نمیگذارم که ما بتوانیم بریم چیکار کنیم در تاجیکستان انقلاب کنیم. باید ما برای اتحاد و سرجمعی و دوست و مهر و محبت یکدیگر تلاش بکنیم. یک نفر دیروز خوب بود امروز بد شد، یک نفر دیروز باسواد بود امروز بیسواد بود، بیسواد شد، یک نفر دیروز مبارز بود امروز خائن شد، یک نفر دیروز نمیفهمم نفر اصلی بود امروز نفر نمیفهمم فلان بیسمدان است. بس است دیگر از یک دیگر پراکندگی را به میان آوردن. برای همین باید ما بر بخیزیم و تلاش و کوشش ما بکنیم برای آبادی و آزادی تاجیکستان مبارزه ببریم و اتحاد و سرجمعی را به میان بیاریم و ببینیم که این پراکندگی ما باعث میگردد که رحمانوف در فرانسه آزادانه میگردد و استقبالش میکنن و ما و شما اینجا میشینیم و دیگر هیچ عمل اجرا نخواهیم کرد. همین گونه میتواند ده ها سفر دیگر انجام بدهد و اگر همین روندی که ما این حال داریم همین روند باشد هیچ مفادی نخواهد داشت و هیچ مفادی را نمیارد. وقتی که سال 2015 ما به اروپا سفر کردیم و در اینجا سرجمعی و اتحادی مخالفان موجود بود، تاثیرش مشخص معین بود. یک نفر در تاجیکستان مریض میشد، بیمار میشد، میخواستن بیرونش بیارن، با یک صدای عمومی میتونستن از تاجیکستان او را بیرون برارن، چون نیروی اتحاد سرجمعی مخالفان موجود بود. ولی با 4 تا چاپلوس که خود را مستقل شماریدن و در بین مخالفات جنگ انداختن باعث گشت که این درویگی، این دو جبهگی به میان بیاید و این کینه و بغض و عداوت به میان بیاید بین مخالفان. امروز روزی است که ما بیاییم سرجم شیم، اتحاد شیم، بر بگردیم به وطن خود و وطن خود را آزاد و آباد بکنیم. هر کسی به اندازه خود باید مبارزه ببرد، برای اتحاد سرجمعی تلاش بکند. ما باید به 4 تا اشخاصی که در راه مبارزه
بغض، عداوت و تحقیر و دشنام میکنن و مخالف و مبارز را بد میگویم، به اینا راه ندیم در بین مبارزه. یک بدبخت برآمد گفت که سهراب ظفر نفر امنیت است، بوزی حکومت است، فلان بسمدان است، برنامه حکومتی است. بعضی از اشخاص برای او منبر دادن، بعضی از اشخاص برای او پل روان کردن، بعضی از اشخاص دیگر برای او چیکار کردن؟ تمام داود اسکر براش دادن که بیاد در تمام جاها برآمد کند و باز خودش را مبارز معرفی کند. فکر کرده که فردا در مقابل شما نمیشود؟ دو تا بوز دیگر به نام جمشید و او دیگه غیورزاده نمیفهمم برآمدن، در 1000 جا 1000 مخالف شأن شرف و آبروش برآمدن. یک روز در بری این مخالف بودن، فردا رفتن در آغوش دیگر مخالف خچونه پرتافتن، فردا دیگر رفتن در آغوش دیگر مخالف و همین گونه آبرو و شأن شرف مبارزه را رساندن. و هر کس فکر کرد که بله برای این من نقشه بکشم، برود یک مبارز دیگر رو بعد بگوید من پیروز شدم. ولی دیدید که عاقبت همین جسارت پیدا کردنی تعدادی که فهمیدن که چگونه مخالف را میشود بازی داد و بازی کردن با ما. و اگر همون روزی که همون بدبختی که نسبت برادر ما سهراب ظفر بد گفت، تهمت زد، اتهام وارد کرد، اگر در یگان جا برایش جا نمیدادن، برایش در پخش مستقیم جا نمیدادن، برایش پول نمیدادن، برایش هیچ چیز نمیدادن، میگفتن که نه تو باید برای این کارات اول دلیل بیاری که یک راهبر حزبی حرکت مخالف را تو تهمت اتهام وارد کردی، تو این دلیل را پیشنهاد نکنی برای تو در هیچ جای جا نیست. و اگر برایش جان نمیدادن مطمئن باشید که او بخشش میپرسید و این کار را دیگر هیچ کس جسارت نمیکرد. ولی برعکس شد. و اگر به همین غیورزاده کثیف جمشید و کثیف و این امینا اگر منبر نمیدادن، برنامه نمیدادن، جا نمیدادن، پخش مستقیم راه نمیدادن، کار به اینجا نمیزد. یک بار در جایشون میشنوندن، کار به اینجا نمیزد. این دو نفر چیکار کرده میتونستن؟ یک روز میبینیم ایرا تعریف و توصیف میکنن، یک روز دیگر میبینیم فلان فلان تعریف، یک روز دیگر میبینیم فلان فلانه، باز میبینیم که چند نفر دیگر در روسیه و در فلان جای فریب و غوغا وارد کردن و نسبت چند نفر دیگر عریضه نوشتن در کشور آلمان. و اگر به همینا منبر دادن نمیشد، جا دادن نمیشد، کار به اینجا نمیرسید. من بیام بیننده شما 10 مراتب از این برنامه بیرونش کردم، باز یک تعدادها میان خاطر میبینن بیارش. چرا؟ چون به نفع یک خاطرها کار میکند. بیا پیوستش کو، چون این آدمی من است، فلانی را بد میگه، فلانی دشمنی من است، فلانی را مخالف است. این گونه راه بد کردیم در راه در مبینی و در چشم مردم که امروز هر کسی جرأت پیدا کرده است نسبت یک راهبر، نسبت یک مبارز بد میگوید. باید از امروز ما معین بسازیم که در این راه صداقت کی موجود است و با کی پیش رفت و این گونه اشخاصی که زبان درازی میکنن باید سر زبانشان عین حال گرفته شود. مطمئن باش که همین روز نسبت سهراب ظفر همین انسان، همین بدبخت اتهام وارد کرد، بد گفت، فردا از پشت تو همین گونه اتهام وارد میکند، بعد میگه در صورت مفاد نرسیدن، یک مفاد، یک فایده اگر نرسد فردا در مقابل تو میخیزد. همین بزهای دیگری که در آلمان 2 نفری که همه را جنگ داختن، همه برنامه ها را خراب کردن، در همه جا رفتن ایرا به این جنگ داختن، این همین 2 امنیتی بازم چیکار میکنن؟ کاروباری مخالفت جزیر میکنن. بازم میبینیم شون امروز بعضی هایشون در یک حزب حرکت ها و کار میکنن پشت پرده. همین گونه کار ادامه میکند. برای همین باید ما و شما اتحاد باشیم، سرجمع باشیم، چون سری راهی ظلمه با اتحاد و سرجمعی میگیرم. ما اگر روز یک اتحاد می داشتیم، یک عمومی مشترکات می داشتیم، مطمئن باشید که ما در کوتاه‌ترین فرصت
بچه ها را روان میکردیم در فرانسه و میتونستیم در فرانسه ایومالی رحمانوف را چکار کنیم؟ غافلگیر بکنیم. در کوتاه‌ترین فرصت رحمانوف روز 8 اعلان کرد، روز 9 هم در فرانسه بود و امکان ملاقات روز 9 هم بود. میتونستیم که روز 9 غافلگیرش بکنیم، مشکلی نداشت یک روز دیر شدن. ولی به هر بهانه یک چیز می نویسیم و دروغ میگوییم برای که اتحاد و سرجمعی هر روز از بین میبریم. چون غرض تمامی دیدی ما را آبروی ما را برده، یعنی غرض این پیش ما را پرده پوشیده است و ما نمیبینیم. در چشم هر برادر امروز یک انسان خائن میبیند. هر روز امروز میگن که او فلانی دیگر خائن است، او فلانی است، فلانی است، در حالی که معین مشخص است که در مابین کی بازیگر است. ما اگر اینمی 4 نفر اشخاصی که راهبرای حزب‌های مخالف را بد میگویند، اگر برایشان در همون رأس بالاتر منبر نتیم، منبر منظور پخشای مستقیم اگر نتیم، جا نتیم، مطمئن باشه در بر حزب‌ها ره نتیم، در بر حرکت‌ها ره نتیم و اگر پول و مال برایشان رویی نکنیم، مطمئن باشه که همینا از بین میروند، میایم پشیمان میشوند، دیگه این کارا نمیکنن. شاید هم بعضش از روی نادانی همین کارا بکند، ولی بعضش از برنامه حکومت این کارا بکنه. تا زمانی که این 2 نفر بدبخت به آلمان آمده بودن، بچه‌ها سرجم بودن، اتحاد بودن و هیچ مشکلات در بین برادران نبود. از روزی که اینا اومدن مشکلات در بین مبارزه آغاز پیدا کرد. یکی یک دیگرش بد گفت، ایش به ایش دشمن شد، ایش مادر ایش حقارت کرد، این پدر ایش حقارت کرد، این زن ایش حقارت کرد و همین گونه دشمنی ما بین مخالفا آغاز پیدا کرد. کی این مخالفت که این دشمنی را به میان آورد؟ این همین 2 نفر. یک از خودش را بسواد میگیرد و گویا که این بیسوادی دیگری چه اداره میکند و این را با او جنگ میدازد، او را با او جنگ میدازد و هر روز مادر حقارت کنند میگردند. باید تعداد بیناموسش تا اون درجه را پس فرمودن که میآیند جیانشون رو زنش حقارت میکنن، مادرش رو حقارت میکنن، خواهرش رو حقارت میکنن، باز با کمال احترام میرن در خونش مهمونی میشینن. این گونه انسان ها پایان فرمودن. برای همین ما باید کوشش تلاش کنیم اشخاصی که با دهن بد، با حقارت، با بد گفتن، با جنگ انداختن میآیند در مابین مبارزه قدم میگذارن، با اونها چیکار کنیم؟ منبر نتیم، راه نتیم، جا نتیم، از بین میروند. همین ها را کی آدم کرد؟ ما آدمشون کردیم. همین ها را کی منبر داد؟ ما دادیمشون. آخه همون روزی که فهمیدیم که این انسان براش باید منبر نداد، باید منبر نداد، بیرونش کرد. همون روزی که فهمیدیم که این انسان ضرر میرساند برای مبارزه، باید بیرونش کرد. ولی تعداد انسان ها با چیکار میکنن؟ اونا رو در کنار خود قرار میتین. به خاطر چی؟ به خاطر بازی کردن. ولی از این پس هر کسی که به این بزها اگر منبر بتیه، مطمئن باشد که به نفع اتحاد مخالفا کار نمیکند. به نفع اتحاد مخالفا کار نمیکند. چون اینا همه را با یکدیگر دشمن کردن. اساس دشمن سازی در بین مخالفا این 2-3 نفر هستند. این همینا رو اگر در مابین مخالفان و مبارزا جای ندهید، بیرون کنید، مطمئن باشید همه به یکدیگر دوست میشوند. همین مشکلات هایی که به مابین اومد از کسی چیزی نوشته است، همینا هم از بین میرن، اقرار میشوند. همه میگن که ما اشتباه کردیم، یکدیگر رو میبخشن. من 10 بار با این برادرها وقتی که میریم ملاقات میکنیم، در یک جا میبینیم، اصلا با یکدیگر مشکل نداریم. با یکدیگر آغوش میکنیم، مهر محبت داریم، یگان مشکل نداریم. مشکل ما چی است؟ این همین 2-3 نفر که میان مادر ای را حقارت میکنن، میرا میگه اون مادر ای را حقارت کرد، مادر او را حقارت نمیره پیش او، میایم تا گیرگیردی مبارزه جنگ دختر گشت است. رحمانو در فرانسه آزادانه میگرده.
برای همین هم دیاران و هموطنان عزیز ما باید برای آبرو و شأن شرف مبارزان مبارزه ببریم و کوشش تلاش کنیم که هیچ وقت اجازه ندیم که در صفوف مبارزان، در صف مبارزان اشخاصی مثل خاص خاشاک جای کرده شود. هر کسی که در همینجا میآید حقارت میکند، جنگ اندازی میکند، باید بیرونش کنیم. جاش ندیم. یک مبارز بد میگوید جاش ندیم، بیرونش کنیم. من هیچ وقت در برنامه‌ام اجازه نمیدم که بیان نسبت یک مخالف دیگر حرف بد بگویند. بیرونش میکنم. و همین گناه هم باید از طرف دیگر باشد. از همه طرفا باید باشد. سلام علیکم برادر عبدالخلیل. خوش آمدید به برنامه قدرت و حقیقت. بفرمایید برادر. سلام علیکم برادر عزیز. و علیکم السلام. من با فکر خودت راضیم برادر عزیز. نکی من همیت اهمیت میتیم ما تمام مخالفا هم ده همین گپ میگیم که ما مشکلی با یگان نفر نداریم، ما اتحاد میشیم، ما همه چیز نکی نفرهای هستن که در یگان حزب حرکت نیستن، میخوان که در یگان جو جمع بشوند. متاسفانه یگان نفر اونو را قبول نمیکنه. من اینجا اومدم که اعضا جمع بکنم. مثال من خلکی نیسته گروه من در تاجیکستان چیز شما میکنم. من تا تاجیکستان رفتن قطعی همه مخالفا یگان مشکلی ندارم. قدمش که همین یک قدم پیش زد قطعیشم تاجیکستان رفتم. برنامه من همینجا پیشنهاد کردم که من نمی کارا را میرم میکنم. بله. نه که متاسفانه یگان نفر قبول نمیکنه. باید یا اتحاده همین مخالفا باشه که همین مردم گیجو مراجعت بکنن. گیجو مراجعت بکنن که این مردم مثال قبول بکنن. که مثال من هم میخوام که این مردمی که اروپا دارن باید یک نفر بگیم که یک کلام حرمت بکنن، گوش بکنن که او انسان بگیم که ای خطی کشیده شما نبروی، باید نمی کارو غیر قانون اگر کردی ای گروه ای حزب من میبروی میره. مثال یک چارچوبه ده مبارزه بردن در کار برای که نفرها زیادن که میبرویند اشنا میکنن، بگیم با چهره مبارزه میبرویند، یک انسان بد میگن یک کس خوب میگن. این کاری خوب نیست. اگر ما یک دروازه داشته باشیم که باز باشه برای این مخالفا که مخالفا اگر بیان در اونجا بگیم یک درسی سیاسی بگیرن، مثال یک نفر بگه که همینجا چارچوبه همین قانون ده باید مردم همین حرکت بکنه. همون چیزا من پیدا نکردم راستیش. من چیزا برادر محمد اقبال یا که محیدین کبیری یا که دیگر انسان ها من میخوام که قطعی این انسان ها یک بار هم صحبت شما بگم که نه برادر عزیز بیا ما لااقل یک نوع جدید راست کردن در کار. نمیدونم یک چیزی که همه مخالفا همونجا باشن بیان بگیم که یک درس سیاسی بگذارم. بعد من اگر یگان چی بگم یک انسان قهر میکنه که اون انسان خلق. من برادر عزیز من مکتب توصیف نه خوندم، 3 سال دیگه بگیم یک جو معلمی خوندگیم. امین الله اکبر دیگه همو درسی اومدیم دیگه هم تراکتوری و سوارچیکی و نمیدونم کاره و اتوبوس و تراکتور هیچ چیزا رو هم جدا یاد گرفتیم. من یگان عالمی نوک نیستم، یگان بگیم پروفسور نیستم که شما ایما یگان چی با آموزه. من پروست همین قرار نظر با دیگه انسان ها فرق میکنم. سفید ای سیاه خلاص یگان خیلی من شو خودم زیادی ندارم. پروست مردم فکر میکنن که باید تو نمیدونم 4 تا دیپلم داشته باشی، 7 زبان بدانی، بعد ببروی ضد رحمانوف مبارزه ببری. نه کلخاص چی باید مت حق داره که بروی مبارزه بر ضد ظالم. کلخاص چی که با من برتن با تراکتوریستم. و همین خاطر من خواهش میکنم که ای شما را هم دیگه برادرایی که هستن باید یک همخیلی اتحاده بسازن، مردم دعوت بکنه، یک بار بفهمونه کدمش بگب میکنه کدمش نمیکنه دیگه میگو که او آدم در کروک ما نیست، خدا نگهبانش، ما همین آدم مبارزه میبریم. او آدم چی میگه نمیگه بهش دیگه توکلش به خدا. وقتی هیچ چیز نیست یک آدم میبره نمیدونم شما را چی میگه، یک کس اشور فیا چی میگه یا که در برنامه من مثال میاد چون کی را میگه برادر عزیز همون انسان برنامه داره برای قطعش گپ بزن اگر مشکلی داری 100%. قطعی من اگر یگان گپ داشته باشی مرحمت همین خلکی همه قچز گفتنی بودم ان شاء الله که میفهمن مردم سری همین مسئله در
در برنامه استقبال گرم اومدی رحمانوف در چی آلمان بودی در تخم زنی؟ بله. چرا امروز در تخم در فرانسه نزدی؟ برادر عزیز نگاه که همه اونجا دعوت شدگی بودیم که گفتن که رحمانوف میاد، بگیم 3-4 روز پیش میدونستیم که رحمانوف میاد. ما پیشکی رفتگی اونجا پیش روزی 28 اومدگی بود، روز 27 با در پیش پاسال هم یک میتینگ بود. خب مثال ما اونجا یا 2 روز پیشکی رفتگی بودیم به برلین که اجای ما به برلین دیتا 12 ساعت اگر به پاییز برای. مثال با فرانسه هم که باشد روزی که ما اومدنش من خبر یافتم که رحمانوف اومده است. اگر یگان مشکل نبود، اگر مثال یگان 4 نفر میشیدیم یک ماشین ده میرفتیم، لیکن من پیدا نکردم اون نفرها را. یگان نفر خبر نکرد که همین انسان اومده بیا بریم. آخه همون روزی که شما در آلمان جمع شدید تعدادتون از 20 نفر بیشتر یا 30 نفر بود اگر اشتباه نکنم. نه اونجا 3 گروه بود. اونجا بچهای 24 هم بودن، بچهای نهضت هم بودن، بچهای 24 در تخمزنی بودن، بچهای نهضت در پیش همون بوندستاگ. در عموم حدود همون تعدادتون در همون تخمزنی وقتی که در پیش همون لطکوب کردن گو در همون کیره اونجا شب بود برادر عزیز، مردم نیمش چون گیجا بود. اونجا در 10-12 نفر بودن، یا دنیا بودن بچه‌ها خیلی زیاد. 10-12 نفر زیاد بود. نفرها هم در هر جا بودن. اونجا نفرها در عموم 100 نفر مخالف زیاد رفتگی بود. بچهای بدخشان اومدگی بودن، بگیم که نهضت، پیمان، بچهای 24 بگیم نفرها زیاد بودن. با اونجا ازبک‌ها هم بودن، قرقیزا بودن، قزاق‌ها بودن، همینا. اونجا آدم‌ها زیاد بودن. اون میتینگ به حد میتینگی خوب بود. لیکن متاسفانه امروز دیگه بگیم که من 100 افسوس میگم که مثال به مثل برادر سهراب ظفر دیگه در بین مخالفا هم خیلی تصمیم گیر نبوده. هرچند که بگیم در اروپا نبود، مثال همین در آمدهای بگیم که رحمانوف، بگیم که همون انسان بسیار تلاش میکرد که مردم بروان یک بگیم که اعتراض بکنن. متاسفانه امروز مخالفای ما نمیدونم چیکار میکنن. من حیرانم ده برادر عزیز. باید ما بدونیم که رحمانوف چقدر خواه میروه. رحمانوف در گیجا های باید ما یک چیز خوب بدونیم. رحمانوف باتای فوق منا اومده، ما نمیدونیم که رحمانوف اومده. بخدا ما درگیر یکدیگری موقع در کمیتری هم یکدیگر ما شب دزدیم به جایی که رحمانوف دنبال کنیم. ایجا باید بخبر شیم. باور بکنه متاسفانه ان شاء الله که خوب میشه و همش. من راستی زنگ بسیار زده شدن یک ان شاء الله که با در علاقه این برادر عزیز. خدا نگهبان. زنگو هم قدر زیاد میشه که دیگه وقت مبارزه رو نمیمونه به نظرم. با خدا دیگه هم عیس زنگ میزنه، عیس زنگ میزنه. بو هم سفر فرانسه سفر نکردید در باشه پینهونی بریم اونجا بود تخم بزنی نبینیمت؟ نه در فرانسه نیستم، من اونجا بودم. بعد اونجا اگه تخم دادست رسید که تا روز تخم زنی در دیگه جوب دی. نه من واپس در تخم زنی من قطعی کوشانی یکم آدمایی که ما را پیش اونجا قپیدن ما بودیم. ای بی خدمت بود، ما را گفتن که نگرده در جو بشینه. ما خواستیم کم ترک چه خیستادیم که اومدن بس نه خید کردن که مهم من کوشانی را قپیدن بگیم که اونجا های کردن کلان. پرایوت کردن گفتن که شما ما میدونیم که شما کیه. خب رفت پیش همون یک وایشون بردن اتوبوسشون بگیم پرایوت کردن گفتن که شما همین تریتوریا بروی هم تریتوریا بوندستاگ برو. اگه قواسو دادن که دیگه اینجا ندروی بروی اوکی. نه پروست هم داکیومنت‌ها پرایوت کردن گفتن که خواهش میکنیم که بری اینجا. دیگه ما قانونشکنی نکردیم، برمدیم رفتیم اون میدان. این میدان اومدیم که اونجا لبه‌های ماشین رحمانوف پرید تخم ما اونجا پیش ما گذاشت که رحمانوف با ماشین وقتی گذاشت. ما تخم نداشته. نه در فکر ما نبود که تخم زدن. ما هم پلاکت داشتیم صورتای زندانی‌ها و شعارا مخاطی. اونجا وایسادین برادر صحبت داشت به زبان روسی، منوچهر کوهستانی به آلمانی صحبت کرد. همه خیلی بود. متاسفانه امروز یک نفر در اومدن رحمانوف یک چیز ننوشت در فیسبوک نپرتافتن. اگر نمیدونم امروز درباره کبیری محمد اقبال باشه، درباره یک کسی دیگر باشه، باور که یه نمود خیب میقپن مردم. رحمانوف در باید ما خیب بقپیم.
رحمانوف اومده، ما متاسفانه یگان کار نکردیم. بخدا ولی یاده کس از زنگ زدم بعد چی وقت نرفتی میگه برادر عزیز من گروه ندارم، من حزبی 500 نفره و 40 میلیونه ندارم، من یک خودم توخم، من آماده هم قطعی لبو آدم یک جای شما برم یگان کار بکنم، نه یگان آدمی خلکی در برم ندارم که مثال من قدیم بگیرمشه برم. بله به همین خاطر من میگم که ما یک جای بشیم کار بکنیم که خیلی مسئله ها به طرف نباشیم. همین حال ما همین مسئله ای که بازی همین مسئله ای که من صحبت کردم اگرچه نمیخوام که خطا اینجا دخیل بکنم با مشکلات روبرو نشه، ولی شاید هم کم کم بعد با مشکلات روبرو شه. در اون اگر ما نظر بکنیم مثلا 2 سال یا 1 سال پیش یا که 1.5 سال پیش در آلمان واقعا مخالفا تقریبا همش با همدیگر دوست بودن، این یک اختلاف وجود نداشت، تقریبا همه با همدیگر میرفتن میشیشتن و مشکل داشتن. همین مشکلات ها از کجا پیدا شد که اینقدر روزی مثلا همه رنگی سگ پشکن ایش روی دیدن ندارد؟ من منظورم اشخاص بلندپایه نیست، مثلا رئیس های حزب و حرکت ها، بین مردم عادی همین مخالفا خودشو بین یک دیگر مثلا همه دوست بودن، رفیق بودن، یه جا میشتن چای میخوردن، مشکلات ها یک جا سر زد. چرا با اینجا اومد رسید که امروز همه با هم دیگر سگ پشکن؟ نه این نفهمی ها من فکر میکنم ان شاء الله که من فکر میکنم یا که اصلاح میشون مردم یا که همش هم میبرن تاجیکستان، همین دیگه بله، یا که همینجا مخالفت اصلاح میشه برای راست میره یک دیگرش رو احترام میکنه، یا اینکه میبرنش تاجیکستان. همین برادر بلال قربان علی و دههای دیگر باید نمونه مثال باشن که از بین ما توانستن برن و بازم میتوانن ببرن اگر ما همین پراکندگی رو ادامه بدیم. برای همین من از خودم همینجا خواهش میکنم که به خاطر احترام به همین مخالفت از این پس هر کسی که در برنامه آمد و هر کسی که نسبت یک مبارز دیگر حرف بد میگوید او را چکار نکن، پیوست نکن، پیوستش کرده نسبت یک مخالف بدگو برنش کن. حالا فرق نمیکند در مقابل محیدین کبیری، در مقابل من نمیفهمم حسین اشرف، در مقابل مثلا نمیفهمم محمد اقبال صدردین، در مقابل بنده و بیلوی سعیدی، در مقابل هر اشخاص دیگری، هر حرف زد برنش کن، بگو این منبری که است، منبری است که فقط اینجا باید در مقابل یک نفر، یک خانواده امام علی رحمان و خانواده‌اش باید صحبت کرده شود. اینجا منبر نیست که در این منبر بیای مقابل یک مبارز حرف بزنی، زبان درازی کنی و اگر حرفی استدلال داری، دلیل داری، بیا رفتیم روبرود کنی و بیا اثبات کن و در صورت اثباتت بعد ما هم شریکت میشیم و در مقابل همون نفری را که اطمینان میسازی که این همین نفر انسانی حکمتی است، بزی حکمت است، ما مبارزه میبریم با هم. اگر مطمئن بسازی، اطمینان بسازی و داشته باشی دلایل کافی کننده، ما در کنارتیم. اگر نداری تفریقه نانداز، جنگ نانداز، مبارزه را به یک پدرخانه تبدیل نکن. درست است که در صف مبارزان انسان ها با سواد و با معرفت زیاد نیستن که بتونن تمام این نفرها را اداره کنن، ولی به هر صورت هم همین برادرایی که در همینجا با هم جمع شدن در آلمان باید این باره یک تجمع انجام بدن، با همدیگر دوست برادریشون ادامه بدن، ولی بدون همون اشخاصی که در بین اینها جنگ داشتن، بله، بین اینها حقارت کردن. همین حقارت کردن باعث بیشتری جنگ می شود. بین این حقارت از بین ببرن، ایشیشه گپای بد میگه، این باید از بین برده شود. زنده و سلامت باشید. دیگه وقت زیاد نگیرم، اگر که چیزی گفتنی باشه بفرما. آخر سخن منم همین گفتنیم که برادرای عزیز باید ما واقعا هم سرجم بشیم، سر یک مسئله کار بکنیم برای برگشتن به وطن، برای ساختن جامعه سالم، برای چیز باید ما تلاش و کوشش بکنیم. خیلی به اندیشه و به فکر نباشیم که رحمانوف اروپا بیاید، ما که رفتن نمیتونیم لااقل تاجیکستان، رحمانوف همیشه میاد، باید ما یگان کار بکنیم، بریم قضیهش صحبت بکنیم، نمیتونیم به تخم بزنیمش، به یک کتی بزنیمش، به یک چیز بزنیمش که بفهمه که آها این مخالف داره. و همین خاطر باید مردم به طرف نباشه. خواهش میکنیم که بپیونده به ما، بگیم که سر یک مسئله تیزتر بیایم، یک کاری بکنیم.
باقی خدا انشاءالله. نگهبان. سلام علیکم. تشکر از اشتراک در برنامه. پروردگار نگهبان باشد. زنده و سلامت باشید برادران. خدا نگهبان. خوب همدیران و هموطنان عزیز، همونطور که شما صحبت گوش کردید، من پیرامون 3 موضوع صحبت کردم و واقعا موضوع اول سفر امامعلی رحمان بود و به کشور فرانسه و اشتراک او در نشست سازمان ملل متحد اوید به پیریخ‌ها و راجع به این موضوع ما صحبت کردیم و در روند همین موضوع 2 موضوع دیگر را داخل کردیم. موضوع اول این موضوع فروش کودک از جانب مادرش بود که این بار اول نیست، سال گذشته نیست، یک مادر دیگر نیز یک فرزندش را میخواست، فرزند نوبالغش را میخواست بفروشد و ما در این موضوع بسیار عمیق صحبت کردیم. این دردآور است و ننگ است برای ملت تاجیک، ملتی که سالها و سالها یعنی دنیا را زیر نظارت خود داشته است و به دنیا علم و فرهنگ تمدن آموخته است و اگر ما ملتی که تمدن و فرهنگ داریم و اجازت بدیم در کشور ما کودک فروخته شود، مطمئن باشید که الکی باید ما در انسان بودن خودمان شک کنیم که ما به دنیا تمدن و فرهنگ آموختیم ولی از همون تمدن فرهنگی خود امروز دور شدیم. در این موضوع صحبت کردیم که بسیار عمیق است، بدرید گوش کنید و بسیار مهم است این نقطه. موضوع سومی که ما صحبت کردیم مسئله مهاجرت مهنتی بود که نوار اخیر نشر شده است که بسیار فاجعه بار است و لطکوبی سختی امان روسیه به مهاجران مهنتی بود که واقعا این نوار دل انسان را پاره میکند. واقعا من کاملا دل مشکست و اصلا در انسان بودن خودت شک میکنی که من چگونه انسانم، چرا اینقدر ضعیفم، ناتوانم که نمیتوانم و برادر خودم، هم ملت خودم، هم وطن خودم برام کمک برسانم که اینقدر به زجر، به ظلم، به ستم گرفتار شده است. من نمیتونم برم از دست این ظالمان، این برادر ما، این همخون ما، این هم ملت ما، هم شرف ما، هم دین ما نجات بدیم. این واقعا ما رو نگران کرد و مخصوصا شخصی بنده را که واقعا من زجر میکشم از اینکه ضعیفیم، ناتوانیم و نمیتوانیم بریم چیکار کنیم، دست به کار شیم. و در آخر ما همونطوری که در اولی برنامه اشاره کردیم که مسئله‌ای که متاسفانه به میان آمد، این مسئله آخری که ما نتوانستیم امامعلی رحمه الله را استقبال کنیم، نتوانستیم او را ملاقات کنیم، نتوانستیم او را به تظاهرات با اون دیدی منفی که در جامعه جهانی ما چی میکردیم در مقابل حکومت امروزه که جامعه جهانی یک تحریم وارد کنه ملاقات کنیم و فرانسه و سازمان ملل را بار دیگر مجبور بسازیم که در تصمیم‌های خود تجدید نظر بکند و اگر کمک کردنی است میتواند به مردم تاجیکستان کمک کند، نه به خود خانواده امامعلی رحمه الله. ما در آلمان در سال گذشته بود که 2 سال پیش ما توانستیم با بسیار برنامه وسیع امامعلی رحمه الله را ملاقات کنیم ولی امروز نتوانستیم این کار را انجام بدیم. چرا نتوانستیم؟ چون اختلافات فقط در صف مخالفان به میان آمده است. امروز ما در نظریات درگیر یکدیگریم و ما کوشش میکنیم که همین چاپلوس ها را از بین ببریم. مشکلات، درد، غم مردم تاجیک که امروز وجود دارد این را به جامعه برسانیم، این را به جامعه جهانی برسانیم، نه اینه که بیستیم فقط چیکار کنیم در مقابل 4 تا چاپلوسی که نمیفهمم هر طرفی نباشد. من همین چاپلوس هر طرفی نباشد چاپلوسش میشمارم. چین چاپلوس امروز بیاد از یگان حرکت دفاع کند، از یک شخص دفاع کند، از ما امروز باید چاپلوسی نکنیم. ما امروز هدفمون واقعیت گفتن باشد و در مقابل حکومت امامعلی رحمه الله مبارزه بردن باشد. امروز با اون درجه همین راهبرا خود من از جمله با اون درجه گرفتار شدیم که برنامه دقیق سیاسی خود رو کنار گذاشتیم و فقط تمام توجهمون بالای این همین اختلافایی است که در مابین مخالفه است، این همین از بین برده شود. من بارها حتی اون روز در سامانه فیسبوک خودم نوشتم که آیا با این قدر مشکلات ها ما وقتش نرسیده است که بیایم در یک جا بشینیم فقط به خاطر یک نقطه تاجیکستان آزاد اتحاد سرجم شیم. ما را باید این همین نقطه سرجم کنند. مطمئن باشید که اگر راهبران همین حرکت و حزب‌های مخالف با هم بیایند، این اشخاص شخصی که مثلا کمتر است از بین میروند و ما یک اتحاد سرجمی میسازیم و با مبارزه را پیش میبریم. همین که سال 2016
وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیرون آمد و با نیروهای سازنده انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان نپیوست و اونجا این مشکلات به میان آمد که دخورگی به میان آمد، این مشکلات دیم بار باید تکرار نشود. و همین گونه ما باز دیدیم که در انجمن هم همون چیزی که در انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان ما در پیمان ملی هم به میان آمد که امروز پیمان ملی باقی است، دو حزب در داخلش باقی مانده است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و آزاداندیشای تاجیک. چرا چنین شد؟ چون اون انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان با راهبری دادا جان عطایالله به نظر گرفته نشد در گذشته. اگر اونجا به نظر گرفته میشد و در اونجا با همه تلاشات صورت میگرفت که زیر یک نفر، حالا اونجا نمیفهم دادا جان میشد راهبر، محیدین کبیری میشد، هر شخصی که نمیشد با یک نشست گفتگو اگر در اونجا اتحادی به میان می اومد پیش میرفتیم، کار به اینجا نمیزد. حد امکان دو جبهگی به وجود نمی اومد، همه مخالفات در یک جبهه میرفتن و بالاخره هم این دیونباره دیدیم که باز هم شکست دیگری به میان اومد که دیگر در صف پیمان هم تقریبا حزب حرکت ها باقی نمانده. و این حال نیاز به یک اتحادیه و سرجمعی دیگری است که باید ما او را تشکیل بکنیم و باور کنید اگر اون تشکیل شد هم از بین می رود. برای همین من پیشنهاد میکنم که با وجود تمام همین مشکلات ها باید بشینیم صحبت کنیم و اختلاف ها را در سامانه مجازی کنار بگذاریم. من اصلا همین اختلاف ها را در سامانه مجازی کاملا رد میکنم و دوست ندارم که چنین کارها انجام داده شود. به همین خاطر کوشش کنید و تلاش کنید که فقط مهر و محبت، شفقت و اتحاد سرجمعی را به میان بیارید و در دل مردم آن را جای کنید و از بغض و عداوت و کینه و این چیزا دوری بجویید. این چند موضوعی بود که دوستان و هموطنان عزیز ما صحبت کردیم. دیگر وقتی شما را زیاد نمیگیرم برادران و هموطنان عزیز. الله همه شما را حفظ کند. پروردگار ما را به اتحادی و سرجمعی برساند. پروردگار ما را از ظلم و ستم مالی رحمان و نجات بدهد. پروردگار ظالمان را سرنگون کند و مظلومین را به حقشان برساند. پروردگار ما را به تاجیکستان با سری بلند و نیروی قوی بر بگرداند. پروردگار ملت ما را با سرفرازی، با یک حاکمیتی که در اون حاکمیت عدل وجود داشته باشد برساند. پروردگار همه ما را هدایت کند به اون راهی اهدنا الصراط المستقیم. پروردگار در دل ما نیروی پروردگار در دل ما جرأت بدهد. پروردگار به دل ما اون وجدان انسانی را جای بکند که دل ما رحم دل شود و در چهره های انسان ها فقط دوست ببینیم، دشمنی را از بین ببرد. پروردگار ما را به از همه مهم پیروزی برساند. من شما را به خدا میسپارم. پروردگار همه شما را حفظ کند و در امانش نگهبان باشد. من بودم با شما عبیدالله سعیدی در برنامه 26 قدرت و حقیقت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.